سلام، محمد جواد قاسمی هستم و همونطوری که گفته بودیم میخوایم بریم سراغ برنامه‌نویسی. روال کارمون هم اینجوریه که سعی می‌کنم سوال‌ها رو از ریز به درشت حل بکنم. سوالای ریز ریز خیلی زیاد داریم. الان فعلا 14 تا سوال راحته که می‌خوایم اینا رو توی ویدیوها براتون حل بکنیم. یه ذره هم کمتر ادیت می‌کنم ویدیوها رو و سعی می‌کنم یه ذره راحت‌تر با همدیگه روش حل مسئله رو یاد بگیریم تا اینکه فقط مسئله رو براتون توضیح بدم و حلش بکنم. ممکن مدت زمان ویدیوهای ذره طولانی تر بشه، ولی خب سعی می‌کنم تیکه تیکه بکنم ویدیوها رو و تون تون منتشر کنم براتون. فلوچارت هم خیلی حل نکردیم، ولی خب فعلا 2 تا سوال فلوچارت دارید، اونا رو هم حل می‌کنم، ویدیوهاش رو میذارم براتون. فلوچارت صرفا برای این بود که شما روش حل مسئله یاد بگیرید، بتونید مسائلتون رو حل بکنید. حالا اگه با کد بتونید این مهارت رو به دست بیارید که خب خیلی بهتر به دست آوردید. ولی خب اون فلوچارت یه مقدمه‌ای بود که بتونن باهاتون برنامه‌نویسی رو پیش برم اساتید. خب بریم شروع بکنیم سوال اولمونو. من این رو ببرم کنار. خب سوال اول از ما خواسته که سوال اول از ما خواسته 2 تا عدد از کاربر بگیریم و 4 تا عملیات ریاضی روشون انجام بدیم: ضرب و تقسیم و جمع و تفریق. خب همونجور که خب بلدید شروع میکنم. من یه فایل C++ میسازم و هدر آی او استریم رو اینکلود میکنم توش. تابع مین رو میسازم که منطق برنامه باید بذارم توش و نیم اسپیس std رو هم یوز میکنم برای اینکه دیگه نیاز نباشه اینجا برای سی اوت کردن یا خیلی کارامون std بذاریم. اگر از اون using namespace std استفاده کنیم دیگه این رو میتونیم حذف کنیم. استفاده نکردید میذارید، خیلی بحث خاصی نیستش. خب مسئله خواسته که فعلا 2 تا عدد بگیریم از ورودی، پس یعنی من 2 تا متغیر میخوام، حالا اسمشون رو میذارم آ و بی. این تا مقدار اولیه هم ندارم. خب حالا به کاربر میگم که مقدار بده به این آ و بی من. حالا بذارید من آ و بی رو چاپ بکنم. خب این برنامه رو من رام بکنم. از من 2 تا عدد میخواد A12 B5. خب خیلی راحت 2 تا عدد گرفتیم الان از ورودی. خب حالا بریم چیزی که سوال از ما خواسته رو حل میکنیم. این سوال خیلی راحته واقعا. خواسته که فقط یه سری عملیات ریاضی روشون انجام بدیم، پس بریم سراغ چاپ کردن مستقیم. چرا دیگه خودمون رو اذیت بکنیم؟ میایم A رو اول به علاوه B میکنیم، یه اند لاین هم میزنیم براش. من همین رو کپی میکنم، A رو اینجا منهای B میکنم، همین رو کپی میکنم، ضرب B میکنم، این رو کپی میکنم، تقسیم بر B میکنم. خب خیلی راحت الان حل شد سوالمون. در واقع چاپ بکنیم، تست بکنیم. خب من اگه 12 و 5 رو وارد بکنم جمعشون میشه 17، تفریقشون میشه 7 و بالاخره. سوال از من نکنید، بذار سوال براتون بیارم. دقت بکنید نکنید. سوال از ما خواسته که خروجی هامون رو توی یه فرمت خاصی بهشون نمایش بدیم. حالا اشکالی که بیشتر حالا دارید توی جاجای خودکار، توی قضاوت‌های اتوماتیکی که برای سایت گذاشتیم حالا توی کوئرا انجام میشه، اینه که این فرمت‌ها رو رعایت نمی‌کنید. بعد میگید که چرا خطا میده، چرا نمره کامل نمیده. حالا خیلی گیری نداریم سر این که دقیقاً این فرمت ها رعایت بکنید و نمره کامل بگیرید. مسئله اینه که شما مسئله رو حل بکنید و یاد بگیرید. ولی به این فرمت ها دقت بکنید. اول از ما خواسته که جمع رو چاپ بکنیم، بعد تفریق رو و ضرب رو و تقسیم رو. هیچ خروجی اضافه دیگه ای از ما نخواسته. دقیقاً کاری که من اینجا کردم، یعنی چیز اضافه تری اینجا نذاشتم. حالا بعضی بچه‌ها میان قبل از اینکه ورودی رو بگه یه متن چاپ میکنه،
این خوبه، ولی خب وقتی این مسئله قضاوت خودکاره دیگه به این نیاز ندارید، اینا رو نذارید و سعی کنید توی قالبی که سوال گفته خروجی ها رو چاپ بکنید و همین صورت خیلی ساده. خب این سوال تموم، بریم سوال بعد.